салом бинандагони азиз, хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пай мегирем. Имрӯз 29 ноябр аст. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. мақомот гуфтанд ҳаводиси ахири Хоруғро ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ якҷо таҳқиқ хоҳанд кард. روند تحقیق را 44 نفر از نمایندگان جامعه شهروندی شهر خاروغ نظارت خواهند کرد. расонаҳои мустақили Тоҷикистон мегӯянд барои хабарнигорони тоҷик то рафт дарёфти оддитарин маълумот душвор мешавад. ошкоршавии ҷасади инсоне дар ковишҳои Фархор аз вуҷуди ҳаёт дар қарнҳои 12 пеш аз милод дар ин маҳал дарак медиҳад. در این سایل‌های دریاها در آبها تمدن‌ها تیز ترقی می‌کردند. мақомоти расмии Тоҷикистон якҷо бо намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ рӯйдоди ахирро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таҳқиқ хоҳанд кард. дар ин бора иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят Алишер Мирзонабод дар ҷаласаи ҳукумати вилоят рӯзи 29 ноябр хабар дод. марги як сокини Рошқалъа ки ба иддаои мақомот ҳангоми боздошт тирандозӣ кардааст, сабаби эътирозҳое шуд ки 4 рӯз идома ёфт. наздикони ин шахс ва эътирозгарон мегӯянд ки ӯ қасдан ҳадафи тир қарор гирифтааст. ваъдаи таҳқиқи ҳодиса ва ҳамназари мардумро ба ин ҳодисаҳо дар гузориши ҳамкорони мо мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Барот Юсуфӣ хоҳем дид. طبق آخرین خبرها از ولایت مختار کوهستان بدخشان تحقیق مرگ گلبدین زیابکوف آغاز شده است. روند تحقیق را 44 نفر از نمایندگان جامعه شهروندی شهر خاروغ نظارت خواهند کرد. مرگ گلبدین زیابکوف 29 ساله ساکن ناحیه راشقلعه در روز 25 نوامبر باعث ناراضگی صدها نفر از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان شد. مسئولین حکومت ولایت بدخشان شام 28 نوامبر بعد گفتگوی 10 ساعته با نمایندگان اعتراضگران میدان مرکزی شهر خاروغ وعده دادند که چگونه ففتیدن گلبدین زیابکوف به طور شفاف تحقیق می شود. اعتراضگران محض بعد این وعده میدان مرکزی شهر خاروغ را ترک کردند. تظاهرات صدها ساکن ولایت بدخشان 4 روز دوام کرد و باعث هلاکت دست کم 3 نفر و زخمی شدن قریب 16 نفر از ساکنان و کارمندان مقامات قدرتی شد. وضعیت در شهر خاروغ به گفته مقامات فعلا آرام است و مغازه و دانشگاه و بازارها کار خود را از سر گرفتند. تحولات بدخشان در داخل و خارج تاجیکستان واکنش‌های زیاد را به میان آورد. هرچند در تاجیکستان پرسش افکار عموم رسم نشده است، ما از ساکنان شهر دوشنبه پرسیدیم که نظرشان درباره واقعه‌های اخیر خاروغ چیست. فیسبوک دیدم همونجا بسیار زیق شدم، گریان شدم بچه جون که من خیلی آدمم بچه‌های یوش گذاشته شدم، خیلی گفتم پروکرور جوای کردم شدم. خیلی دولت باید یگان جوشه نگاه دارد، سخت کنه، بردباش کنه. و این مسئله که ما ناراضی میشیم این معنی داره که یک کس پیروز کردیم در خانه در ما رو نمیگیرد که این خطای دعوت کردن به خاطر که قوی مسئلهش کمک کنه داره، اما یک گذرگاهی هست که ضد مواد مخدر قاچاق است. از دوستان پامیری هم آنها گفتند که اینکه در خاروغ در وطنشان جنگ رفته ایستاده است، یعنی که مردم خستند میتینگ میکنند، اما من هیچ معلوماتی مختصری در آنجا ندارم. هیچ درک نداره، اون گپ نمی‌کنه. در این وقت که یک بی‌عقلیه. فکری من عقیده من دیگه رای نمیدونم. ناراضگی خودش در حق داره که هر یک انسان حق داره که برای گپ زنه. اگر حق باشه برای چی گپ زدن ممکن نیست که؟ اگر حق باشه مرحمت. من انیق نمیدونم چی گپه اینجا. انیق نمیدونم چی گپه. خواطر نمیشید برای خشت میشه. چی بنویسی؟ خواطر میشه. خیالم خواله شد، پلوش خواله شده، من رفتم درد سر شد. دیگر اونجا متنجی. رفتار مقامات درست است. مردم کردن نادرست عمل کرده است. هر کوشیدنش ممکنه یو نه که اگر چیز گیریم سر مقصد تینجا مونی شود گذشته با گذشته سواد بونیم اگر واسه کار میشه. зимнан дафтари матбуоти ҳукумати вилояти Бадахшон овозаҳои истеъфои раиси вилоят Алишер Мирзонабодро рад карданд.
мирзонабод рӯзи 5 ноябр баъди барканории ёдгор Файзов ба мақоми раиси вилоят таъин шуд. ӯ аз ин пеш дар мақоми шаҳрдори Хоруғ ва муовини раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ кор кардааст. пайгирии ҳаводиси Хоруғ бори дигар собит намуд ки дарёфти маълумоти оддитарин барои хабарнигорон то рафт мушкил мешавад. дар ин бора баъди як огаҳӣ суҳбат мекунем. яке аз мушкилоте ки журналистон ба ҳангоми пӯшиши таҳаввулоти ахири Хоруғ дучор шуданд, дастнорас будани мақомоти масъул ва ё худдории онҳо аз шарҳ додани вазъи воқеӣ дар минтақа будааст. ба андешаи анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон дар асл ин мушкили нав нест, балки сол то сол ҷиддитар мешавад. дар як гузориши нави анҷумани воситаҳои ахбори оммаи мустақил омадааст, ҳатто додситонии талаботи қонунгузорӣ барои пешниҳоди иттилоъро риоя намекунад, дар ҳоле ки ин ниҳод масъули назорати иҷрои ҳамин қонун аст. коршиносон аз он нигаронӣ доранд ки худдории мақомот аз додани иттилои дақиқ фазоро барои хабарҳои дурӯғ боз мекунад. гузориши ҳамкоронамон дар радиои Озодиро Мулло Раҷаб Юсуфӣ тақдим мекунад. بهمنیار ندیروف و همکارانش در خبرگزاری عجب پلوس همه روزه برای گرفتن معلومات به مقامات مراجعت میکنند، ولی گرفتن معلومات از مقامات رسمی کاری آسان نیست. متاسفانه برای گرفتن یک معلومات عادی که برای یک خبر کوتاه ضرور است باید تصدیق یا رد کرده شود. لازم است که به چند رقم زنگ زنید، از سخنگو سرکرده تا سرداری ریاست و تا رهبریت سطحی بالای یگان مقامات و بعد این هم شما نمیتونید و خبرتون را تصدیق یا رد کنید بعضاً. چون این وضع تنها مشکل کارمندان خبرگزاری عجب پلوس نیست، دیگر رسانه‌های غیر دولتی از جمله رادیوی آزادی هم سالهای اخیر در گرفتن نظر مقامات با مشکل روبرو می‌شوند. پاسخ‌های مقامات به درخواست‌های ژورنالیستی هم قانع کننده نبوده است. وقتی که ما در موضوع و مقامات مراجعه میکنیم اونها نامه طلب میکنن. در این صورت ما با سه حالت روبرو میشویم. اول اینکه مقامات نامه های ما را اصلا پاسخ نمیدهند، یعنی در اکثر حالت ها چون این حالت رخ میدهد. و در صورت دوم ما نامه ها را میگیریم، اما خیلی دیر، حتی نامه های هستند 1 ماه بعد، 2 ماه بعد و حتی این 3 ماه بعد ما نامه ها را جواب اون را دریافت میکنیم که در این حالت دیگه تقریبا که مطلب الکی چاپ شده است و این نامه اهمیت خود را از دست میدهد. و در صورت سوم مقامات یا که نهادهای دیگری که ما با آنها نامه میفرستیم نامه را پاسخ میدهند، اما اون چیزی که مثلا ما میخواهیم در نامه جوابی اون را پیدا نمیکنیم. آرامی ها را با وجود آرام و مقامات انتقاد درباره دسترسی به اطلاعات را رد می‌کنند. نشست خبری رهبران ساختارها که هر نیم سال برگزار می‌شود، به گفته مقامات یک دلیل همکاری خوبی آنها با رسانه‌ها میباشد. در یک گزارش انجمن ملی واسطه‌های اخباری عامه مستقل یا نانسمیت آمده است خودداری مقامات از پیشنهاد اطلاع ضروری خبرنگاران را مجبور کرده است که از دیگر راه معلومات ضروری را پیدا کنند. یکی از این راه پیدا کردن منبع‌ها در اداره‌های رسمی است. نانسمیت از ماه ایول تا آگوست سال روان به اداره‌های رسمی 58 درخواست ژورنالیستی ارسال کرده است که 37 تای آن بی جواب است. و از همه چیزی تشویش‌آور این است که نهادی که به نظارت اجرای معیار قانون متصدی است، یعنی پروکراتور جنرالی، با درخواست‌ها پر را بی‌اعتنایی ظاهر می‌کند، یعنی به درخواست‌های ژورنالیستی پاسخ نمی‌دهد. ما برای گرفتن نقطه نظر دادستانی کل تاجیکستان به بینای این نهاد آمدیم، اما در اینجا کسی از جمله مسئولین دفتر مطبوعاتی آن حاضر نشدند با ما صحبت کنند. طریق تلفن هم ما نتوانستیم نظر دادستانی را در این باره پرسیم.
با تاکید کارشناسان، خودداری از پیشنهاد معلومات سریع وقتی به خبرنگاران برای کشور عاقبت‌های خوب ندارد. مقامات، منظورم دولت، حکومت، همون اصول حسابدهی بودن خود در نزد مردم از طریق رسانه‌ها عملی میکنند. وقتی که همین کار صورت نمیگیره، این به معنی است که اونا برای خودشون میرن و مردم برای خودشون. نگرانی از مشکل شدن کار خبرنگاران مستقل در تاجیکستان و محدود شدن آزادی بیان بارها از سوی سازمان‌های حامی حقوق صدا داده است، ولی مقامات همیشه تاکید کردند که آزادی بیان در کشور تامین است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. در ولایت ختلان سالهای اخیر چندین کار کاوشگری ادامه دارد و کشفیات عالمان گاه‌ها از پیدا شدن نشانه‌های حیات در این منطقه در قرن‌های خیلی دور درک می‌دهند. یک تیم کاوشگران خارجی اخیراً در منطقه کلدره خاولینگ از قعر خاک اسباب و آلات معیشی را آشکار کرد که به زندگی انسان‌ها در این قلمرو در قرن‌های 12-11 پیش از میلاد اشاره می‌کند. از بازیافت‌های دیگر مکان کاوشگری منطقه همکارم محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد. باستانشناسان تاجیکستان، روسیه و ایتالیا این جسدها را از قبرستان چیلتنبابوی شهرک فرخار پیدا کردند که به عصرهای 3 و 4 پیش از میلاد راست می‌آید. این کجک هم از بالای سر یکی از جسدها پیدا شده است. حالا دقیق کرده نشده است که این گوشواره است یا چیز دیگر. در نتیجه گفتگوهای археологی از قبط بالایی سر اون جسد یک کورچاک میگن به روسی و پیدا نمودن کجک و تو حال انیق نشده است که وای چیز است و چی نیست. کاوش‌های تاریخی در ارتبوز ناحیه فرخار از سال 2013 شروع شده اند. در این 9 سال ده‌ها نگاره و جسدهای آدمان پیدا شده اند. تاریخ نگاران میگویند که این بازیاف‌ها از آن شهادت می‌دهد که در قدیم در اینجا آدم‌ها زندگی می‌کرده اند. هر شهرهایی که می‌بینیم که ترقی کردن، چخیلی که در مصر دریای نیل، در زرافشان ببینید که چخیلی که سرازم پنجکین، در فرخار ببینید که دریای پنج، در این ساحل‌های دریاها در آبها تمدن‌ها تیز ترقی می‌کردند، چون که آب این منبع حیات است و مردم در نزدیکی آب راحت زندگانی می‌کنند. بار اول نیست که در پی کاوش‌های تاریخی از موضع ارتبوز و قبرستان چیلتنبابوی فرخار جسدها پیدا می‌شوند. باستانشناسان سال 2016 در پی کاوش‌ها 2 جسد را پیدا کرده بودند که به عصر 12-11 پیش از میلاد راست می‌آمد. اینچنین در هر کاوش از پهلوی جسدهای پیدا شده سنگ‌ها و مهره‌ها و برخی آلات مسین یافت شده است. در پی کاوش اخیر هم از پهلوی 5 جسد مهره و کوزه‌های کلالی دریافت کرده‌اند. کاوش‌های اخیر را باستانشناسان ناتالیا وینگردووا از سنت پتربورگ و جوانا لامباردای ایتالیایی اولهای ماه نوامبر به انجام رسانیده بودند. چندین کوزه‌های کلالی و طبق‌های کلالی بازیافت نمودند و مهره‌های قیمت بازیافت نمودند و تاریخ این شباهت به آن می‌دهد که 3 یا 2000 سال پیش از میلاد وجود داشته است. حالا در ناحیه فرخار 52 مکان‌های تاریخی را ثبت کرده اند. کلانترین مکان تاریخی در فرخار این قلعه تاریخی زالیزر است که 70 گکتار را تشکیل می‌دهد. اما تاکنون در این منطقه کاوش‌های تاریخی انجام نشده است. مقامات میگویند که آنها تلاش دارند کاوش‌های تاریخی را در فرخار با پیدا کردن مبلغ وسیع نمایند. این منطقه‌ای که گفتگوهای آرخئولوژی انجام شده ایستاده است در روبروی دریای پنج و ولایت تخار افغانستان قرار دارد. بیشتری باستانشناسان هم میگویند که در این منطقه بازیافت‌های نادر نهفته است که باید آنها را کار کرد و بازیافت نمود تا تاریخ چند هزار ساله فرخار را اثبات کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی از محل گفتگوی آرخئولوژی. دادگاه عالی تاجیکستان عزیزالله عبداللهف مدیر یک شرکت خانه‌سازی در تاجیکستان را به مهلت 30 سال از آزادی محروم کرد. 5 تن از همراهان او به مهلت‌های از 19 تا 28 سال روانه زندان شدند. تفصیلات را از وبسایت رادیوی آزادی پیدا کنید. و در همین جا نشر امروزه اخبار تاجیکستان به پایان رسید. خبرهای بیشتر را در سامانه آزادی cw.azadi.org و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.